یاد رضا شاه افتادم. پدرم همیشه میگفت ملت ایران قدر کار خوب رو دیر میفهمه ولی بالاخره میفهمه. حالا دلم میخواست حق با اون باشه، یه روز بفهمن من چی خواستم، چی ساختم و چرا حالا دارم میرم. به خودم گفتم یه روز میفهمن، ولی وقتی میفهمن که خیلی دیر شده. شاید نسل بعد بفهمه که چه چیزایی از دست دادن، چه فرصتی، چه آینده‌ای. این مردم ساده دلن ولی تاریخ این روزا رو فراموش نمیکنه. به خودم گفتم تو رفتی ولی تاریخ قضاوت میکنه. شاید امروز ناسپاسی ببینی ولی یه روز بچه هاشون میفهمن چی از دست دادن. اون روز دیگه من نیستم ولی حقیقت هست. ولی من یه روز بر میگردم، حتی اگه نه با بدن، با نامم.